درود دوستان، به استاد وگان خوش اومدید. با آموزش فرنی وگان، یه دسر کاملا مقوی سرشار از منیزیم و فسفر و کلسیم و پروتئین. خب همونطوری که میدونید اونو باید داخل میکسر بریزیم، بذاریم کاملا میکس بشه با آب تا اون شیر جو دو سر کاملا رقیق بشه. بعد از اینکه رقیق شد مثل قبلا اونو داخل صافی میریزیم، لردش رو میگیریم و بعدش کاملا الکش میکنیم، داخل قابلمه میریزیم، روی حرارت ملایم میذاریم یه کمی داغ بشه، همش میزنیم، عسل خرما بهش اضافه میکنیم، 2 مرتبه هم میزنیم که کاملا شیرینیش مخلوط بشه، بهش گلاب اضافه میکنیم. بعد از اینکه گلاب اضافه کردیم 2 مرتبه هم میزنیم، آرد برنج اضافه میکنیم، یه مقدار حرارت رو زیاد میکنیم، هم میزنیم تا گوله گوله نشه. بعد از اینکه هم زدیم داخل یخچال میذاریم و بعد با دارچین و عسل و کنجد تزیینش میکنیم.